درود بر شما دوستان عزیز. امروز با آموزش دبل اسپرسو در خدمتون هستیم. ابتدا 17 گرم و نیم دانه قهوه رو میریزیم که 34 گرم عصاره‌اش رو بگیریم و در انتهای فیلمم راز این که چرا قهوه خونگی هیچ وقت مثل قهوه کافی شاپ نمیشه رو براتون توضیح میدیم. عصاره‌مون که گرفتیم با تمپرمون هلوش 15 تا 20 کیلوگرم وزن وارد میکنیم، نه بیشتر نه کمتر، که آبی که اگه داخل عصاره‌مون باشه برطرف کنه، وگرنه نه قهوه‌مون آب از کنارها رد میشه و قهوه‌مون خیلی رقیق و بیکیفیت میشه. دبل ما آماده شده خدمت شما دوستان عزیز. درود بر شما دوستان عزیز. خیلیاتون وقتی قهوه داخل خونه استفاده میکنید، درست میکنید، میبینید قهوه که تو کافی شاپ استفاده کردید نیست، چون 70% از طعم قهوه به آبش بستگی داره. اون قهوه که تو کافی شاپ استفاده میکنید از آب فیلتری، آب فیلتر حرفه‌ای و مینرال ساز دقیق استفاده میکنن، اما شما از آب دود کشی و آب املا و کلوردار استفاده میکنید. کلاً آبایی که داخل خونه استفاده میکنید پی پی امش، تی دی اسش بالای 150 است. بخاطر همین به مرور که دستگاه قهوه ساز شما رسوب میگیره قهوه شما تلخ میشه. و آب خالصی که استفاده میکنی یا آب مقطری که استفاده میکنی زیر 70 و قهوه شما بیرنگ و یه عطر میشه. باید چیکار کنید؟ به خاطر همین باید یا تصفیه آب داخل خونه داشته باشید یا از آبهای معدنی استفاده کنید، مثل آب معدنی دماوند یا آب معدنی اکسین که پی پی ام یا تی دی اسش بین 70 تا 150 باشه. دوست عزیز، در کل نتیجه میگیریم این آبی که استفاده میکنیم اصلا مناسب قهوه نیست. پس نتیجه میگیریم اگه دانه قهوه‌ت هم خوب باشه اما آب مناسب نداشته باشی، اون کیفیت که دنبالش هستی نمیتونی به دست بیاری. دوست عزیزی که هنوز باریستا نشدی، دنبال این که تجربه کسب کنی، میتونی ما رو داشته باشی. ما نکات ریز و آموزش‌های خیلی مهم رو براتون میذاریم. اگر کامنتی دارید، انتقادی دارید، آموزشی میخواین برای ما بنویسید، کامنت کنید. ما میتونیم برای شما در اسرع وقت آموزش‌ها رو بذاریم. من محمد رضا حسینی هستم. ما رو سابسکرایب کنید تا راست و ترفندهای قهوه و آب میوه رو در اختیارتون بذاریم.